سلام بچه ها، برای ریاضی هفتم فصل اول راهبردهای حل مسئله یه 2 تا مثال حل میکنیم که براتون جا بیفته. سوال گفته کشاورزی 2/3 زمینش رو عدس میکاره، 3/5 بقیه رو لپه میکاره و 1/4 بقیه رو هم لوبیا. اگه زمینش 900 متر باشه چقدر از زمین رو نکاشته؟ خب این سوالاتی که قسمت بندی داره، کسرای قسمت بندی داره، با راهبرد رسم شکل حل میشه. من میام یه دونه مستطیل میکشم، فرضاً زمینه، که راحت بتونم قسمت بندیش کنم. 2/3 این زمین عدسه، پس 3 قسمتش میکنن. 2/3 یعنی 2 قسمت از 3 قسمت عدس. 3 قسمت کردم، اینجا عدس، اینجا عدس. خب 3/5 بقیهش لپس. این قسمت مونده برام. 3/5 یعنی 3 قسمت از 5 قسمتش. 1 قسمت، 2 قسمت، 3 قسمت، 4 قسمت، 5 قسمت. 3 قسمت از این 5 قسمت لپس. میشه لپه لپه لپه. و 1/4 بقیهش هم لوبیاست. بچه ها الان که میخوام 1/4 مشخص بکنم، این مستطیله رو دارم، یعنی از اینجا به بعد دارم. میام اینجا رو 4 قسمت میکنم، 1 قسمت، 2 قسمت، 3 قسمت و 4 قسمت. 1/4 رو لوبیا. اینجا رو لوبیا کاشته. حالا گفته اگه زمین 900 متر باشه چقدر نکاشته؟ ما باید ببینیم چقدر زمین خالی داریم. برای اینکه زمین خالی رو مشخص کنیم، الان چند قسمت مونده برامون؟ 1 قسمت، 2 قسمت، 3 قسمت، 4 قسمت، 5 قسمت، 6 قسمت. 6 قسمت از چند قسمت مونده؟ برای اینکه متوجه بشیم چند قسمت بوده کل شکلمون، برای اینکه مشخص بشه چند قسمت بوده کل شکلمون، میایم اینو ادامه میدیم. بچه ها این قسمت اندازه این قسمت و این قسمته. الان این قسمت ما چقدره؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. پس اینجا 20 قسمته، اینجا 20 و اینجا 20. 3 تا 20 قسمت دارم، پس جمعا 60 قسمت دارم که 6 قسمت از این 60 قسمت خالیه. 6 قسمت از این 60 قسمت خالیه، نکاشته شده، توش چیزی کاشته نشده. خب 900 متر کل زمینمونه، پس با x حلش میکنیم. x میشه 6 ضرب در 900 به روی 60. ساده میکنیم. 6 رو با 60 ساده کنیم. این میشه 10. این میشه به 6 1 مرتبه. حالا 900 به 10 90 مرتبه. 10 به 10 1 مرتبه. 1 ضرب در 90 90. پس 90 قسمت 90 متر من از 900 مترم خالیه، یعنی توش چیزی کاشته نشده.